خطرناکترین ماده شناخته شده دنیا. تصور کنید ماده‌ای وجود داشته باشه که نه بو داشته باشه، نه رنگ و نه مزه، و مقدارش اونقدر کم باشه که حتی دیده هم نشه، اما همون مقدار برای پایان دادن به زندگی یک انسان کافیه. این ماده به طور کاملا تصادفی کشف شد. اسمش بوتولینوم توکسینه، سمی که توسط یک باکتری بی‌هوازی تولید میشه و از نظر قدرت بیولوژیکی جزو مرگبارترین ماده‌ایه که بشر میشناسه. نه انفجار داره، نه صدا، نه درد، نه زخم، اما اثرش بیرحمان است. بوتولینوم توکسین اعصاب رو تخریب نمیکنه، کاری میکنه که پیام بین عصب و عضله دیگه منتقل نشه. در نتیجه عضلات یکی یکی خاموش میشن، بدون درد، بدون زخم و بدون هوش. قدرت این سم اونقدر بالاست که مقدارهایی ازش در حد نانوگرم میتونن باعث مرگ بشن، یعنی کمتر از وزن یک ذره گرد و غبار. همین کافیه تا بفهمید چرا دانشمندا با ترس از این ماده صحبت میکنن. اما داستان واقعی از کجا شروع شد؟ قرن 19 آلمان. چند نفر بعد از خوردن سوسیس‌های خونگی دچار فلج‌های عجیبی شدن. نه درد داشتن، نه علائم معمول مسمومیت. یک پزشک به نام یوسینوس کرنر اولین کسی بود که فهمید با یک سم ناشناخته طرفه و اسم این ماده رو گذاشت سم سوسیس. سالها بعد دانشمندا عامل واقعی رو پیدا کردن، یک باکتری بی‌هوازی که این سم مرگبار رو تولید میکنه. و اینجا بود که جهان فهمید با یکی از خطرناکترین مواد بیولوژیکی شناخته شده طرفه. اما عجیبترین بخش ماجرا اینجاست. همین سم مرگبار امروزه توی پزشکی استفاده میشه. در دوزهای فوق‌العاده دقیق و کنترل شده، بوتولینوم توکسین به ابزار درمان تبدیل میشه. از کنترل اسپاسم‌های شدید عضلانی و اختلالات عصبی تا کاربردهای درمانی در پوست. بوتولینوم نشون میده علم نه خوبه نه بد. این نحوه استفاده است که تعیین میکنه با سم طرفیم یا درمان. اگه داستان واقعی از خطرناکترین کشف‌های علمی برات جذابه، سابسکرایب کن و همراه ما باش.